و همچنین یکی از معناهای جبار اینجا است، العلی الاعلی والقهار، یعنی شکننده میانی متکبرین و ظالمین. کجا شدند آن جباران و آن متکبران، آن ظالمانی که ظلم میکردند بالای بنده های مؤمن من، قلب آنها را میشکستند؟ آیا شما گمان میکنید که آن مادری که از فرزندش محروم شده است و دلش شکسته است، یا آن پدری که از فرزندانش محروم شده است، یا بعضا فرزندانی که از پدر و مادر خود محروم شده اند و در راه دین الله هجرت کرده اند؟ ابو امامه رضی الله عنه از پیامبر صلی الله علیه و سلم یک دعای بسیار عجایب روایت میکنند. ابو امامه رضی الله عنه میگویند که هر باری که من به پیامبر صلی الله علیه و سلم در نماز نزدیک میشدم، فی صلات مکتوبه او تطوع، ما دنوت من نبیکم صلی الله علیه و سلم فی صلات مکتوبه او تطوع، یعنی هم در نماز فرض و هم در نمازهای نافله، یعنی در نمازهای سنت و دیگر، در همه وقت، در همه نمازهایشان. یعنی ما میتوانیم که این دعا را هم در فرض گوییم و هم در نمازهای سنتی و نفلی و دیگر نمازها، یا در نماز شب مثلا بگوییم. میگویند که پیامبر صلی الله علیه و سلم با همین کلمات، با همین دعاها دعا میکردند، به هؤلاء الکلمات الدعوات لا یزید ولا ینقص، نه زیاد میکردن نه کم میکردن. همین دعا را پیامبر صلی الله علیه و سلم من هر بار از پیامبر میشنیدم. آن دعای عجیب کدام باشد؟ پیامبر صلی الله علیه و سلم میگفتند که اللهم اغفر لی ذنوبی و خطایای، اللهم انعشنی واجبرنی واهدنی لصالح الاعمال والاخلاق فانه لا یهدی لصالحها الا انت ولا یصرف سیئها الا انت. یعنی پیامبر صلی الله علیه و سلم میگفتند که در نمازهایشون پروردگارا گناهان و خطاهای مرا عفو و مغفرت نما، اللهم انعشنی، این دعا را بینید، پروردگارا مرا از نو احیا نما. گویا با زانوها افتیدگی هستیم، گویا در زمین یک انسان بعضا بعضی حالتهای خیلی وزنین بالای سرش میباید که به تعبیر خدا ما گویا میانش رو میشکند، پای افتاده میشود. اللهم انعشنی، پروردگار از همین حالت مرا برخیزون، از نو احیا بکن، واجبرنی، یا الله قلب مرا و زخمهای قلب مرا پروردگار تو خود شفا بده، تو خودت اصلاح نما یا الله، و مرا به عملها و اخلاقهای نکو راهنمایی کن پروردگارا، و هر عمل و اخلاق و صفاتهای بدی که دارم پروردگارا بجز خودت دیگر کسی آن را از من دور کرده نمیتواند. پروردگارا آن را از من دور بگردان، صفاتهای بد را از من دور بگردان. بله، یکی از نامهای زیبای الله جبار است و همون در دعا که پیامبر صلی الله علیه و سلم اجبرنی گفتند از همین جبار است. جبار یعنی نام زیبای الله چی است؟ جبار است. معنای جبار چی است؟ معنای جبار چنانه که شیخ سعدی میگویند الرؤوف الجابر للقلوب المنکسره والعاجز. جبار یعنی بسیار به بندگانش مهربان است، و جبار یعنی انسانی که دلش شکسته است، انسانهای شکسته دل، الله دل آنها را دل بردار است. الله به زخمهای قلبهای ما و شما شفا دهنده است و الله حق سبحانه و تعالی
جابر و جبار است. و همچنین یکی از معناهای جبار اینجا است العلی الاعلی والقهار، یعنی شکننده میانی متکبرین و ظالمین. یعنی ببینید اگر کسی یک نفر را بالایش ظلم کرد و قلب او را شکست، الله حق سبحانه و تعالی این بنده را چیکار میکند؟ بالای این بنده اش مهربان است، دل او را میبردارد و همچنین آن ظالمی که دل این بنده را شکسته بود، بالای این تجبر و تکبر کرده بود، الله حق سبحانه و تعالی میان او را میشکند و الله حق سبحانه و تعالی هم در این دنیا و هم در آخرت همچنین الله وعده داده است، چنانه که در آیت الله حق سبحانه و تعالی میفرماید والارض جمیعا قبضته یوم القیامه والسماوات مطویات بیمینه. الله میگوید روز قیامت زمین در قبضه اوست و تمام آسمان ها پیچیده در چه است؟ در قبضه الله است. و الله حق سبحانه و تعالی چنانه که در حدیث صحیح روایت شده است، پیامبر صلی الله علیه و سلم میگویند روز قیامت الله حق سبحانه و تعالی زمین و آسمان را در قبضه‌اش میگیرد و در یک روایت میگوید که پیامبر صلی الله علیه و سلم میفرمایند که الله یهزهن هزا، آنها را به لرزه میدرارد و میجنباند و میگوید انا الملک انا الله این الجبارون المتکبرون. الله میگوید من پادشاه هستم، من پادشاهی روز قیامت هستم. کجا شدند آن جباران و آن متکبران، آن ظالمانی که ظلم میکردند بالای بنده های مؤمن من، قلب آنها را میشکستند؟ آیا شما گمان میکنید که آن مادری که از فرزندش محروم شده است و دلش شکسته است، یا آن پدری که از فرزندانش محروم شده است، یا بعضا فرزندانی که از پدر و مادر خود محروم شده اند و در راه دین الله هجرت کرده اند و قلب آنها شکسته شده است از دوری پدر و مادر، گاه می شود که فرزند در جنازه پدرش اشتراک کردن نمیتواند، از سبب دینش هجرت کرده است و باز طعنه میشنود، میگویند که انا ببینه حتی با جنازه پدرش هم حاضر شده نتوانست، یا طعنه میزنند میگویند که با جنازه پدرش هم اشتراک نکرد یا با جنازه مادرش هم اشتراک نکرد. وقتی تو این سخنت رو ظلماً در حالت کبر و غرور میگویی، آیا نمیدونی که قلب آن بنده صالح را شکسته ایستاده ای؟ قلب او را جراحتدار و زخمدار کرده ایستاده ای؟ هر نفری که در قلبش یک جراحت دارد، هر نفری که در قلبش یک الم، یک دردی دارد، زخم بسیار وزنین و خونین دارد، الله حق سبحانه و تعالی فراموش نکنید که یکی از نامهای زیبایش جبار است. جبار یعنی دل ما و شما را الله زخمهایش را شفا می بخشد و الله حق سبحانه و تعالی از همون ظالمان و متکبرانی که بنده های صالح و بندگان مؤمن را ظلم میکنند بالای سر آنها و قلب آنها را میشکنند، الله حتما هم در این دنیا و هم در آخرت الله حاضر و ناظر است و جبار است بالای جباران، الله حق سبحانه و تعالی. بنابراین که پیامبر صلی الله علیه و سلم از طرف مشرکان بسیار اذیت دیده بودند و بسیار رنج کشیده بودند و زیاد شده بود که قلب مبارک پیامبر صلی الله علیه و سلم را می شکستند. پیامبر صلی الله علیه و سلم در هر نمازهایشان می گفتند اللهم انعشنی و اجبرنی، پروردگارا تو مرا قوت بده. قوت دهنده ما و شما الله است، از نو زنده کننده ما و شما یگانه الله است و از دردها و رنجهای قلب ما و شما آگاه الله است. اجبرنی،
زخمهای قلبی مرا پروردگارا خودت شفا بده، شفا ببخش یا الله. و هر مادری که امروز از سبب دوری فرزندش یا محروم شدن فرزندانش از فرزندانش رنج میبرد و در قلبش الم دارد، پروردگارا تو خودت شفا بخش، پروردگارا درمان درد آنها باش، پروردگارا یا الله. اهل ایمان را همیشه همراه باش، پروردگارا اهل ایمان را عزت ببخش، پروردگارا تو جبار هستی، شکننده میان ظالمان هستی یا الله. تا نوار آینده الله نگهبانتان باشد.